سلام دوست عزیزم. تا حالا به این فکر کردی که روابطی که توی زندگیت داری چقدر قدرتمندن و چطور میتونن احساساتت، موفقیت‌ها و حتی آرامش درونت رو شکل بدن؟ امروز روز سوم شکرگزاریه و قراره با هم روی یکی از زیباترین و مهمترین جنبه‌های زندگیمون تمرکز کنیم. روابط، چه خانوادت باشن، چه دوستات، چه همکارات یا حتی آدم‌هایی که یه زمانی چالش‌هایی برات ایجاد کردن. امروز قراره با نیروی جادویی شکرگزاری معجزه‌اش رو توی روابطت ببینیم. تمرین روز سوم، سپاسگزاری برای روابط. یک لیست از آدم‌های مهم زندگیت بنویس، یه جای آروم بنشین و به آدم‌هایی فکر کن که توی زندگیت حضور داشتن و بهت عشق، حمایت یا حتی درس‌های ارزشمندی دادن. از خانواده و دوستان گرفته تا همکاران و حتی کسایی که شاید فقط یه مدت کوتاه توی زندگیت بودن ولی تأثیر بزرگی گذاشتن. یه لیست حداقل 10 نفره آماده کن. 3 دلیل برای هر شخص بنویس که چرا ازشون ممنونی. برای هر کدوم از این آدم‌ها 3 دلیل مشخص بنویس که چرا ازشون سپاسگزار هستی. مثلا مامانم، چون همیشه پشتم بوده، از بچگی حمایتم کرده و بهترین غذاهای دنیا رو برام درست میکنه. دوستم، چون همیشه موقع سختی ها کنارم بوده و منو درک میکنه. معلمم، چون عشق به یادگیری رو توی من زنده کرد. این کار نه تنها قدردانی تو رو نشون میده، بلکه باعث میشه بیشتر به ارزش این آدم ها توی زندگیت پی ببری. یک قدم بردار برای بهبود روابطت. اگه با کسی رابطت کمرنگ شده یا حتی مشکلی بینتون پیش اومده، امروز بهترین فرصته که یه قدم برای بهتر کردنش برداری. یه پیام محبت آمیز بفرست، یه تماس بگیر یا حتی از ته دل براش آرزوی خوب کن. یادت باشه شکرگزاری فقط با کلام نیست، با عمل هم باید نشونش بدی. و حالا یک تمرین ویژه، استفاده از سنگ جادویی شکرگزاری. قبل از خواب سنگ شکرگزاری تو یا هر شی کوچیکی که برای این تمرین انتخاب کردی بردار و از بین همه آدم‌هایی که امروز براشون شکرگزاری کردی یکی رو انتخاب کن که بیشتر از همه ممنون شی. با تمام وجود برای داشتنش خدا رو شکر کن و این حس قدردانی رو توی دلت نگه دار. این کار معجزه توی روابطت ایجاد میکنه که بعد از چند روز متوجهش میشی. یادت باشه قدرت شکرگزاری توی روابط بی‌نظیره. شاید همون آدم‌هایی که امروز براشون سپاسگزاری کردی فردا باعث یه فرصت جدید توی زندگیت بشن. اگه این تمرین رو انجام دادی خوشحال میشم حس و تجربه تو توی کامنت ها برامون بنویسی، چون تجربیاتت میتونه الهام بخش بقیه هم باشه. پس لایک کن، سابسکرایب کن و زنگوله رو هم بزن تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندی. روزت پر از عشق و شکرگزاری.